احساس کرده باشیم. اکوی کهو محترم عزیزها، این لحظه ها غنیمت، این دنیا غنیمت. حتی چیزا من به شما بیان نمیارم که همه ما ارزی دنیا دم آخرت دم انشاءالله همه سعادتمند زندگی کردن. اصلش انسان کدام عمل کرد سعادتمند میشه؟ ریشه اساسی از الله تبارک و تعالی ترسیدن در ما امروز این منزل خانه خدا آمده و شرف ایمان آمده و شرف قرآن آمده و محبت رسول صلی الله علیه و سلم آمده. از خداوند کریم ترسید آمده مخواه این عمر غنیمت، عمر میگذرد. این عمر 50 سال 60 سال باشد اکوی کهو فردا روز قیامت یک روز 50,000 سال من این دنیا وقتی اکوی کهوی من برای همه ما امروز به شرف قرآن به شرف ختم قرآن اونایی خرسنده کرده استادیم. لیکن اکوی کهو خرسنده ما حقیقی خرسنده ولی درامونه حقیقی خرسنده ولی پیشنده ما فقط عبادت کنیم و خالص رازگی الله باشیم.